اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. بخوان آنچه به تو از کتاب وحی شده است و نماز را به تمام و کمال برپا دار. بیگمان نماز از فحشا و کارهای ناپسند باز می دارد و حقا که ذکر خدا از همه بزرگتر است و خداوند آنچه را می کنید می داند. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب جز به روش نیکو مجادله مکنید مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند و بگویید به آنچه برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم. خدای ما و خدای شما یکی است و ما به او فرمان برداریم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. همچنین کتاب را به تو نازل کردیم پس به آنانی که کتاب دادیم به این کتاب نیز ایمان می آورند و از اینها یعنی مشرکان عرب نیز کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و جز کافران کسی آیات ما را تکذیب نمی کند. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. و تو پیش از این کتابی را نمی خواندی و نه هم آن را به دست خود می نوشتی که در آن صورت این راهیان راه باطل مردم را به شک می انداختند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکه این آیات روشنی است در سینه های کسانی که به ایشان علم داده شده است و جز ستمگاران آیات ما را تکذیب نمی کنند. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. و باز این منکران حق گفتند چرا از پروردگار وی بر او معجزه های نازل نشد؟ بگو معجزه ها یقینا در نزد خداوند است و من صرف بیم دهنده هستم آشکارا. اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا به
آیا ایشان همین بسنده نیست که بر تو کتاب را نازل کردیم که به ایشان خوانده می شود؟ بیگمان در این رحمت است و پندی برای قومی که ایمان می آورند. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو خداوند میان من و میان شما به حیث گواه بسنده است. او آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و آنانی که به معبودان باطل ایمان می آورند و از وجود خداوند بر حق انکار می کنند هم ایشانند زیانکاران. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند. اگر وعده مقرر نمی بود یقینا به ایشان عذاب می آمد و بیگمان عذاب به گونه ناگهانی به سر وقت ایشان می رسد در حالی که از آن بیخبر می باشند. یستعجلونک بالعذاب وإن جهنم لمحیطة بالکافرین. با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند و بیگمان دوزخ کافران را احاطه می کند. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روزی که ایشان را از بالای سرشان و از زیر پای ایشان عذاب بپوشاند و آواز دهنده به ایشان بگوید ثمره اعمال را که مرتکب شده اید بچشید. یا عبادی الذین آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای بندگان مسلمان من، بیگمان زمین من فراخ است، پس خاص مرا پرستش کنید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر کس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. در این حال کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند بیگمان ایشان را در بالاخانه های از بهشت جاگزین می سازیم که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. ایشان در آن جاودانه به سر می برند و چی خوب است مزد نیکوکاران. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آنانی که صبر کرده اند و به پروردگار خویش توکل می ورزند. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ای بسا جانورانی که روزی خیش را بر نمی دارند، یعنی پسنداز نمی کنند که خداوند هم آنها و هم شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از آنها بپرسی کیست آنکه آسمانها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را رام گردانید و به نظام آورد، یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان برگردانیده یعنی فرشته می شوند؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له این الله بكل شیء علیم. خداوند به هر که از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ می کند و به هر که بخواهد تنگ می کند. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از آنها بپرسی کیست که از آسمان آب را فرود آورد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زنده ساخت، یقینا میگویند خداوند. بگو ستایش از آن خداست، اما اکثر ایشان نمیفهمند. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. زندگی این دنیا بیش از بازی بیهوده نیست و بیگمان سرای آخرت همان از زندگی واقعی اگر این مردم میدانستند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. این بندگان ناسپاس همین که به کشتی سوار شدند با اخلاص کامل و صدق دل نیایش می کنند، اما وقتی که خداوند ایشان را نجات داد و به خشکی رساند با او شریک می آورند تا بدین وسیله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند. اکنون از نعمتهای دنیا برخوردار شوند ولی به زودی پی میبرند که مرتکب چه اشتباهی شدند. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا ایشان نمی بینند که ما ساحه زندگیشان را حرم مسئونی قرار دادیم در حالی که مردم از پیرامونشان را بوده می شوند؟ آیا ایشان به معبودان باطل ایمان می آورند و از نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمگارتر از کسی که بر خداوند دروغی را افترا کرد یا چون به وی دعوت بر حق رسید آن را تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. و
کسانی که در راه ما جهاد می کنند یقینا به ایشان راه های خود را می نمایانیم و خداوند یقینا با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الف لام میم. امپراتوری روم مغلوب شد در نزدیکترین سرزمین و ایشان بعد از این شکست خیش عنقریب غالب می شوند. در چند سال فیصله از آن خداست، هم پیش از این و هم بعد از این، و در آن روز مسلمانان شادمان می شوند به کمک خداوند. آری خداوند هر کی را بخواهد پیروز می گرداند و او صاحب قدرت منی و مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعده خداوند وعده خود را خلف نمی کند، اما اکثر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ایشان امور ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند و اما از آخرت غافلند. اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا به خود نمی اندیشند؟ خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست نیافریده مگر به حق و در دوره معینی، و بیگمان بسیاری مردم از دیدار پروردگار خیش در آخرت منکرند. اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که آخر کار کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه بود؟ ایشان در قدرت خیش از اینها نیرومندتر بودند و زمین را برای کشت زیر و رو و آن را نسبت به ایشان بیشتر آباد کردند و برای ایشان پیامبرانشان با معجزه ها آمدند. چنین نبود که خداوند بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم می کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
پس عاقبت کسانی که بدی کردند بد شد، چون معجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزا می کردند. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران ناامید و حیرت زده می شوند. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. و از شریکانشان برای ایشان شفاعتگری نمی باشد. در این حالت است که ایشان از شریکان خیش انکار می کنند. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. و روزی که قیامت برپا می شود، در آن روز مردم از یکدیگر متمایز می شوند. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. در این حال آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته می شوند. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. و اما آنانی که کافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار ورزیدند، هم ایشانند که برای عذاب احضار می شوند. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پس خداوند را در شامگاهان و صبحگاهان به پاکی یاد کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. و ستایش از آن اوست، هم در آسمان ها و هم در زمین و هم در آخر روز و در هنگامی که وقت چاشت را می‌گذرانید. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد و زمین را بعد از مردن آن زنده می گرداند و شما نیز این چنین از قبر خیش برآورده می شوید. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه های او یکی هم این است که شما را از خاک آفرید و باز شما مردمی پدید آمدید که به هر طرف پراگنده شوید. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه های او یکی هم این است که برای شما از خود شما زنان را آفریده تا در کنار آنها آرامش یابید و او در میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. بیگمان در اینها برای گروهی که فکر می کنند نشانه هایی است. ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
إن في ذلك لآیات للعالمین. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز این که شما به زبانه های مختلف سخن میزنید و دارای رنگ های مختلفی می باشید. واقعا در اینها برای دانشمندان نشانه هایی است. ومن آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآیات لقوم يسمعون. و از نشانه های او خوابیدن شماست در شب و روز و نیز جستن چیزی از فضل اوست. بیگمان در این برای کسانی که سخن حق را میشنوند نشانه هایی است. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون. و از نشانه های او این است که به شما برقک را می نمایاند که هم موجب ترس و هم مایه امیدواری است و نیز آب را از آسمان نازل می کند و با آن زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می سازد. بیگمان در این برای کسانی که هوشیارند نشانه هایی است. ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به حکم او می ایستند. سپس همین که شما را از زمین فراخواند آنگاه از قبر خیش بیرون می شوید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، همه به او فرمان برند. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و اوست که همه مخلوقات را در آغاز می آفریند و باری دیگر آنها را باز می گرداند و این آفرینش دومی بر او آسان تر است. با او نمونه اعلای جهان هستی هم در آسمان ها و هم در زمین تمثیل می شود و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. برای شما از تجارب خود شما مثال زد. آیا شما را بردگانی هست که در آنچه به شما روزی داده ایم به شما شریکند و شما و ایشان در آن برابرید؟ از ایشان طوری می ترسید که از قوم خود می ترسید. به این ترتیب این آیات را برای مردمی که عقل خود را به کار می اندازند تفصیل می دهیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن
الله وما لهم من ناصرین. نخیر، بلکه ستمگاران تنها هوا و هوس خود را پیروی کردند بدون آنکه در زمینه علمی داشته باشند. پس آیا کسی را که خداوند گمراه کرد کی هدایت می کند و برای ایشان مددگارانی نیست؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را به دین خالص و پاک راست کن با همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است. در آفرینش خداوند هیچ تغییری صورت گرفتن نمیتواند. این است آیین استوار، اما اکثر مردم نمیدانند. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. به او روی آرنده باشید و از او بترسید. نماز را به تمام و کمال ادا کنید و از مشرکان مباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. از آنانی که در آیین خیش تفرقه انداختند و در گروه ها تقسیم شدند، هر گروهی براهی که در پیش گرفته است خرسند است. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. و چون به مردم مشکلی عاید شود پروردگار خود را می‌خوانند و به او رجوع می‌کنند، اما چون به ایشان مرحمتی از جانب خیش بچشاند آنگاه گروهی از ایشان به پروردگار خود شریک می‌آورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه که به ایشان دادیم ناسپاسی می‌کنند. اکنون از لذایز زندگی بهره گیرند، اما به زودی به قصور خیش پی میبرند. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون. یا آیا به ایشان دلیل فرو فرستادیم تا مطلبی را به زبان آورند که به وسیله آن حقانیت شرک آنها ثابت گردد. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. و چون به مردم مرحمتی بچشانیم به آن شادمان میشوند، اما اگر به ایشان از سبب اعمالی که از پیش انجام داده اند مصیبتی برسد در این حال است که ایشان ناامید میگردند. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا نمی بینند که خدا به هر کی بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای آنانی که ایمان دارند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس حق صاحب قرابت، مسکین و وامانده در راه را بده.
و این کار برای کسانی که رضای خدا را می جویند بهتر است و هم ایشانند رستگار. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه را از سود می دهید تا در مالهای مردم بیفزاید پس در نزد خدا فیزونی به بار نمی آورد و آنچه را از زکات می دهید که با آن رضای خدا را می جوید هم ایشانند صاحب فیزونی. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خداوند ذاتی است که شما را آفرید، سپس شما را روزی داد، باز شما را می میراند و باز شما را زنده می گرداند. آیا از شرکای شما کسی هست که برخی از این چیزها را کرده بتواند؟ پاک است او و او از آنچه با او شریک می آورند برتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به نسبت اعمالی که مردم مرتکب می شوند خشکی و بحر را فساد فرا گرفته است تا خداوند به ایشان جزای بعضی از اعمالشان را بچشاند تا باشد که ایشان از گناهان خیش بازگردند. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو در زمین سفر کنید و ببینید که آخر کار پیشینیان چگونه بود. اکثر ایشان مشرک بودند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس به آیین برحق روی آور پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن راهی بازگشتی از عذاب خدا نباشد و در آن روز است که نیکوکاران از بدان جدا می شوند. من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. هر که کافر شد پس بر اوست جزای کفر او و آن کسانی که اعمال شایسته انجام دادند پس ایشان برای خود در بهشت گهواره می سازند تا خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به فضل خیش پاداش بدهد. بیگمان خداوند کافران را دوست ندارد. ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از نشانه های او این است که بادها را به حیث مژده دهنده می فرستد تا شما را از فضل و مرحمت خیش بچشاند
و تا کشتی ها به حکم او براه افتند و تا شما چیزی از فضل او را بجویید، یعنی در جستجوی روزی حلال شوید و تا باشد که سپاسگزاری نمایید. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بیگمان پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، پس ایشان به قوم خیش معجزه های آوردند و در این حال از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و بر ماست که به مددگاری مسلمانان برسیم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خداوند ذاتی است که بادها را میفرستد، سپس ابرهای را برمیانگیزد و در این حالت آنها را در آسمان به هر گونه‌ای که بخواهد گسترش میدهد و پارچه پارچه میسازد. پس قطرات باران را میبینی که از میان آن بیرون میآیند و در این حالت به هر که از بندگان خود بخواهد آن را میرساند و ایشان همین که قطرات باران بر ایشان باریدن میگیرد ناگهان شادمان میشوند. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. هرچند قبلا پیش از این که بر ایشان باران فرود آید ناامید بودند. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سپس به آثار رحمت خدا نظر بینداز که چگونه زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می‌گرداند، یعنی سرسبز می‌سازد. واقعا همین آفریدگار است که زنده گرداننده مردگان است و او بر همه چیزها قدرت دارد. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. و اگر بادی را بفرستیم که به سبب آن کشتشان را زرد شده ببینند، البته بعد از آن از همه نعمتهای پیشین ناسپاس می شوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. پس بیگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی، نه هم بکران چون پشت برگردانند صدای را شنوانده می توانی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و نه هم تو کوران را از گمراهیشان براه بازگردانده می توانی، شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که با آیات ما ایمان دارند و ایشان مسلمانند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خداوند ذاتی است که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی شما را نیرومند گردانید،
سپس بعد از نیرومندی باز شما را ناتوان ساخت و پیری به سراغ شما آمد. خداوند آنچه را بخواهد می آفریند و اوست همان ذات دانا و توانا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا شود گناهکاران سوگند میخورند که درنگ نکردند مگر ساعتی. بدین ترتیب ایشان از راه حق باز داشته میشوند. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مگر آنانی که برایشان دانش و ایمان داده شده بود می گفتند واقعا طبق کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید و این از روز رستاخیز، مگر شما چنین بودید که نمی دانستید. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پس در آن روز عذرخواهی ستمگاران سودی بار نمی آورد و نه هم ایشان به توبه دعوت می شوند. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. و بیگمان در این قرآن برای مردم از هر نوع مثال زدیم. اگر برایشان هر نوع معجزه بیاوری باز هم بیگمان کافران میگویند شما جز دروغگو نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. همچنین خداوند بر دلهای آنان مهر می نهد که نمی دانند. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس صبر کن، حقا که وعده خدا حق است. هان به هوش باش که ناباوران تو را به سبکسری نکشانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الف لام میم. اینها آیات کتابی با حکمت است. هدایت و رحمتی است برای نیکوکاران، آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم ایشانند بر هدایت راستین از جانب پروردگارشان و هم ایشانند رستگار. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا با بیدانشی مردم را از راه خدا باز دارد و آن را به تمسخر گیرد. چنین مردمی به عذاب رسوا کننده گرفتار می شوند. و اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا
فبشره بعذاب علیم. چون بر وی آیات ما خوانده شود تکبر کنان روی برمیگرداند که گوی آن را نشنیده، گوی در گوشهای او کریست، پس او را به عذاب دردناکی مژده بده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای ایشان باغهای سرشار از نعمت هاست، در آن جاودانه به سر میبرند. وعده خداوند حق است و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آسمان ها را بدون پایه‌ای که دیده بتوانید آفرید و بر زمین کوه ها را قرار داد تا شما را نجنباند و در زمین از هر جانوری پراگنده ساخت و از آسمان آب فرود آوردیم. به این ترتیب در زمین از هر جوره از رویدنی های سودمند رویانیدیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. این چنین است آفرینش خدا، پس به من نشان دهید کسانی که جزوه مورد نیایش قرار گرفته اند چی چیز را آفریده اند، بلکه ستمگاران مشرک در گمراهی آشکار. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بیگمان به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که خدا را سپاسگزار و کسی که سپاسگزاری کند به سود خود سپاسگزاری می کند و کسی که ناسپاسی کند پس حقا که خداوند بی نیاز و ستوده است. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. به یاد آور هنگامی را که لقمان به پسر خود در حالی که او را پند میداد گفت ای پسرک من با خدا شریک میاور، بیگمان شرک ستمی بزرگی است. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. و انسان را به اطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را در سستی و ناتوانی به سستی و ناتوانی دیگر برداشت و جدا کردن او از شیر 2 سال است، به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویی و سوی من است بازگشت. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. و اگر پدر و مادرت تو را بر این وادارند که به من شریک بیاوری، چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن
ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به کنه آنچه می کردید آگاه می گردانم. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. ای پسرک من، اگر خصلتی که انجام میدهی به اندازه دانه از خردلی باشد و بر سر لاخ کوه یا بر فراز آسمانها یا در قعر زمین قرار داشته باشد، خداوند آن را می آورد، حقا که خداوند به امور دقیق و پنهان آگاه و باخبر است. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك